خداوند بخشاینده مهربان. این باغ زیتون هر یک به نیتی می آید و راهنمون دارد، به خود راهنمود دارد. ولی ما در قرآن کریم یک سوره داریم به نام سوره مریم. از همون سوره من به شما تاریخ نقل میکنم، از تاریخ اسرائیلیات، چرا که حاضر ما همون جای می رویم که از بیبی مریم بسیار گپ میزنند. بیبی مریم کی بود؟ بیبی مریم جیانی حضرت زکریا علیه السلام بود. اونجا زیارت کردیم که یحیی علیه السلام فرزند زکریا علیه السلام بود. خب این که حالی حساب میلادی ما سال 2013 شده، سال 2013 من همین درخت ها علال خصوص همین درخت زیاده از 2013 سال عمر دارد. شما بپرسید که برای چی؟ وقتی که زکریا علیه السلام یهود برای قتلش برخواست، زکریا علیه السلام گریخت همینجا در باغ، همین باغی زیتون بود، اصلا اینجا در زیتون میروید. این درخت گفت که زکریا گفت تو از کی میگریزی؟ گفت از قومم میگریزم، مرا میکشند. با قدرت الهی همین درخت دو پاره شد. گفت که درون شکمم بدرا بود، درون شکمم بدرا گفت من همراه تو میمیرم گفت. او را در آغوش کشید، یهود آمدن درونی باغ در گمش کردن، نمیابنش. شیطان آمده میجا کی را میکابید؟ گفتن که زکریا را. گفت که زکریا درونی این درخت است. همه اره را ماندن ای بالاش، آن یکی را تاج بر سر می نهد، زکریا را اره بر سر می نهد. آن که با مرغ هوا ماهی دهد، بندگان را دولتی شاهی دهد. زکریا علیه السلام از همین بالای فرق سرش اره را ماندن، اره را ماندن تا نوکی پاش ارش کردن، خون جاری شد. و این درختایی که میبینه اینا نمیمیرند، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفتی کردگار. انا ببینه محض خدا رحمت کنه شیخ سعدی برای زیارت حسن بصری را مقبرش میبیاید اینجا. انا میگه پارا گفتگی است که اینا میگوید به خون زکریا آب خورده اند، تا روزی که عالم و آدم هست این درختان نمیمیرند. شما ببینید که از بین فرسوده های درخت شاخه های جوان ببینید. این قدرت پروردگار رب العزت است. پروردگار روحی زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام و حضرت بیبی مریم و حضرت عیسی علیه السلام از ما و شما شاد بگرداند. آمین. و خداوند این زیارت ما و شما را قبول بسازد. آمین. آمین و یا رب العالمین.